سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حکم زندان اکای و دادر تاجیک برای لطوکوب دو پلیس در متروی مسکو. محیدین کبیری از سازمان ملل متحد کمک خواست. پهلوان تاجیک نورعلی امامعلی قهرمان جهان شد. در پنجکند یک دختر نابالغ خود را به دریای زرافشان پرتافته است. عکس روز ایستگاه لایق در دهه غوسری پنجکند. آغاز مشق‌های حربی امریکا و 6 کشور منطقه در تاجیکستان و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ناحیه سیمونوف شهر مسکو روز 11 آگوست سال 2022 حکم دو برادر از تاجیکستان را که به حمله به کارمندان پلیس متروی پایتخت روسیه عیبدار میشوند اعلام کرد. دادستانی شهر مسکو در کانالش در تلگرام خبر داد که دادگاه این دو برادر را بر اساس قسم یکم ماده 138 کودکس جنایتی روسیه با استفاده زورآوری نسبت به نماینده دولت گناهکار شناخت و عمر رسول جانزاده را به 3 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی و برادر کلانی او سید اکرم امرویف را به 2 سال و 6 ماه زندان نیز نظامش عمومی محکوم کرد. دادستانی گفت عیبدار شوندگان در رفت مرافعه دادگاهی گناه خود را اعتراف کردند. قبلا معاون دادستانی متروپولیتن مسکو که در این مرافعه باعث عیبدار کننده دولتی اشتراک داشت از دادگاه برای هر دو برادر 3 سالی حکم زندان خواسته بود. بنا به خبرها شام 7 فوریه سال 2022 کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا سید اکرم همرویف سال تولدش 2000 را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس بردنی شدند. آن مرد ناروزگی کرده است و کارمندان پلیس او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب دادند. در همین لحظه طوری در ثبت دیده می شود یک نفر دیگر به کمک مهاجر دستگیر شده شتافته با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای افتاند. سید اکرم را در جای حادثه و عمر را روز دیگر دستگیر کردند. پدر آنها رسول جان امرویف بعد چند روز این حادثه در یک مراجعتنامه ویدیویی گفت از کاری که فرزندانش در ملک مسافری کردند راضی نیست. رسول جان امرویف گفت پسر یکمش سید اکرم 21 سال و دویمش عمر همگی 18 سال دارند و عمر که بار اول به روسیه رفته بود حتی نمیدونست که پلیس را زدن ممکن نیست. پدر سید اکرم و عمر گفت وقتی که عمر دید است که کارمندان پلیس برادرش را به زمین خواباندند ناموسش آمده است و از سر قهر به پلیس حمله آورده یکی آنها را با شته زده است. محیدین کبیری رئیس حزب اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در یک نامه سرکشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از این سازمان خواسته است که تا به عنوان یکی از کفیل‌های صلح تاجیکستان مانع در روسیه یکی از کشورهای دیگر کفیل این صلح سازمان تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شود. کبیری از ملل متحد همچنین خواسته است برای بازرسی وضع اجرای سازشنامه صلح سال 1997 بین حکومت و مخالفین تاجیک و نتیجه های این صلح یک گروه کاری ویژه تأسیس دهد. رهبر اپوزیسیون تاجیک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را به آن عیبدار کرده است که نتیجه های صلح سال 1997 را به نفع خود و خانواده‌اش مصادره نموده تاجیکستان را به یک کشور خودکامه عقب مانده تبدیل داد. این چنین طرف دیگر صلح را نه تنها در داخل کشور سرکوب و ممنوع اعلام کرد بلکه تلاش دارد تا دامن این ممنوعیت را در سطح منطقه وسیع‌تر کند. به عقیده کبیری جنگ اوکراین روسیه را در شرایط تنگی قرار داده فرصت را به وجود آورد که رحمان تواند این خواسته دیرینه خود را بالای مسکو تحمیل کند. قبل از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 نیز رهبر این حزب به سازمان ملل به عنوان کفیل صلح تاجیکان مراجعت کرده بودند تا مانع اقدام دوشنبه برای بستن حزب نهضت شوند، اما آن وقت سازمان ملل به این مراجعت بزرگترین حزب اپوزیسیونی تاجیکستان رسیدگی جدی نکرد. کبیری از آن اظهار تأسف کرده است که سازمان ملل و دیگر کفیلان صلح در وقتش به منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بی‌تفاوتی ظاهر کردند که به عقیده او عاقبت‌های فاجعه برداشت. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این است که تروریستی اعلان شدن این حزب در روسیه میتواند عاقبت‌های فاجعه بار انسانی و امنیتی برای ده‌ها هزار اعضا و جانبداران مخالفین تاجیک نه تنها در روسیه بلکه در تمام کشورهای پس و شوروی داشته باشد. طرفداران حکومت عزم مقامات روسیه برای منع فعالیت حزب نهضت را استقبال میکنند و آن را یک پیشرفت جدی دوشنبه در تعقیب منفعت‌های سیاسیش مینامند. طبر بامداد قبلا خبر داد
دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف در پایان ماه ایول ضمن بازدیدش از دوشنبه در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان خبر داد که دادستانی کل روسیه خواستار در این کشور نیز سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. او از جمله روز 25 ایول به پرزیدنت تاجیکستان گفت ما الکی چنین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. روسیه عملا نخستین کشور است که به صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در بطلاق جنگ اوکراین سبب شده است. در شهر گویاکیل اکوادور چمپیونات جهان آید به گشتین دیزودو میان جوانان جریان دارد. در روز یکم رقابت‌ها در وزن 66 کیلوگرم تاجیکستان را نورعلی امامعلی معرفی کرده سزاوار نشان طلایی مسابقه گشت. نورعلی امامعلی در دور یکم با ورزشگر ایتالیا والریو اکولی نیروسنجی کرده او را مغلوب کرد. در دور دوم نورعلی مقابل جودوکار فرانسوی ماکسیم موندانگ قرار گرفت. این نوبت هم نورعلی امامعلی پیروزی را به دست آورد. در چهارک نهایی رقیبش از ترک محمد دمیرل را شکست داد. در دور نیم نهایی نورعلی امامعلی با اوزوورانو رادو از مالدووا قوه آزمایی کرده او را نیز شکست داد. در واخوری نهایی نورعلی با جودوکار همسایه کشور ازبکستان قهرمان فعلی آسیا بین جوانان عزیزبک اورتقوف قوه آزمایی کرد. ورزشگران نبرد شدید انجام دادند. نهایت 10 ثانیه دیگر ماند و نورعلی امامعلی رقیب خود را از ازبکستان نیز شکست داد و سزاوار مدال طلا شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 2 آگوست سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مشق‌های حربی مشترک همکاری منطقوی 22 آغاز یافت و با میزبانی تاجیکستان برگزار کرده می‌شود. از 2 تا 20 آگوست دوام می‌کند. روز 2 آگوست در یک مراسم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامرشایم اشتراکچیان این تمرین‌ها را خیر مقدم گفته است. سفیر آمریکا در دوشنبه گفت همکاری منطقوی یک تمرین سالانه است که به تحکیم عملیات بسیار ملی برای تامین ثبات، مبارزه با تروریسم، رشد همکاری‌ها و توانمندی‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اشتراکچی نگرانی شده است. در تمرین 6 روزه مشق‌های فرماندهی و شتابی نمایندگان آمریکا، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان و ازبکستان اشتراک می‌کنند. همچنین تاجیکستان و آمریکا یک جزء دوجانبه 5 روزه تمرینات صحرایی را در مرکز آموزشی فخرآباد برگزار می‌کنند. سفارت آمریکا گفت تمرین‌ها به سمت‌های زیرین نگرانیده شدند: تحکیم امنیت و ثبات منطقوی، بلند برداشتن اقتدار و عهده‌داری‌های ملی برای باز داشتن سلاح قتل عام، عنصرهای تروریستی و مواد مخدر، مساعدت به رشد قوه‌های مدافعوی منطقوی در عملیات بین المللی پاسدار صلح و تبادل اطلاعات. سفیر آمریکا در سخنرانیش این تمرین‌ها را بزرگترین مشق حربی آمریکا با اشتراک کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی نامید و گفت همکاری منطقوی 22 امکان بی‌نظیر را برای تحکیم مناسبت‌ها با شریکان ما در منطقه فراهم می‌آورد. تمرین‌های مذکور همچنین یک فورم برای حل مسائل‌های مبرم منطقوی از جمله واکنش‌های آسایشته به چالش‌های گلوبالی، تبادل اطلاعات و همکاری‌های امنیتی خدمت می‌کند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره خود را به دریا پرتافتن و خودکشی کردن یک دختر نابالغ از دهه خوجپنج در کنار شهر پنجکند خبر داد. بنا به این گزارش دختر 16 ساله ساکن دهه خوجپنج روز 9 آگوست سال 2022 در پی مناقشه عائلوی از خانه برآمده دیگر برنگشته است. جستجوی او 2 روز دوام کرد و روز 11 آگوست جسد دختر جوانمرگ را در ساحل دریای زرافشان در پهلوی دهه آزادگان جماعت خرمی پیدا کرده به کارمندان میلیسا سپردند. در پی این حادثه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به والدان مراجعت کرده خواسته است که با کودکان خود تا حد ممکن نزدیک باشید، دوست آنها شوید، در حال مناقشه و به آنها یاری رسانید، نه اینکه آنها را به اقدام‌های نومیدانه تحریک بدهید. فرزندان را احتیاط کنید. هر سال در تاجیکستان تا 600 خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و جنجال‌های عائلوی سبب‌های اساسی خودکشی‌ها در تاجیکستان
نام برده می شود. روز دوم آگوست سال 2022 در ولایت سرخندریو در جنوب ازبکستان مشق‌های حربی مشترک نیروهای مسلح ازبکستان و تاجیکستان تحت عنوان همدوستلیک 2022 به انجام رسید. در این روز دوره جنبسته مشق‌ها را وزیران مدافع دو کشور گنرال لیتنانت بهادر قربانوف و گنرال پالکوونیک شیرعلی میرزا، همچنین حاکم ولایت سرخندریو توره بابولوف و دیگر شخصان رسمی نظارت می‌کردند. اسرار روزیف سخنگوی وزارت مدافع ازبکستان خبر داد که طبق سناریوی مشق‌ها یک گروه دشمن شرطی با مقصد ویران کردن مرز دو کشور دست به کار می‌شود، ولی این گروه‌ها را با ضربه‌های دقیق تانک و توپخانه‌ها و پلمویادها از بین میبرند. وزیران مدافع ازبک و تاجیک نتیجه‌های مشق‌های انجام شده را با موفقیت نامیده اشتراک کنندگان آن را تبریک کردند. یادآور می‌شویم توشکند و دوشنبه در دوره ریاست پرزیدنت یکم ازبکستان اسلام کریموف در طول بیش از 20 سال مناسبت‌های خیلی پرتنش نزدیک به جنگ سرد را پس سر کردند. مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان تنها بعد مرگ اسلام کریموف و به قدرت آمدن شفقت میرزیویف که ریشه‌های اجدادیش از دهه یختن نویه دوشیج تاجیکستان است رو به گرمش آورد. در سرخندریو برگزار شدن مشق‌های مشترک نیروهای مسلح دو کشور، دو ارتشی که قبلا روی یکدیگر همچون به ارتش دشمن حساب می‌کردند نیز از علامت‌های گرمشوی مناسبت‌ها دانسته می‌شود. ژورنالیست جوان و شناخته تاجیک عادل نوزر در صفحه‌اش در فیسبوک عکس ایستگاهی را در دهه غسر در کنار شهر پنجکه نشر کرده است که این ایستگاه را ایستگاه لایق نام گذاشته. دیوارهای شیشگین آن را با عکس‌های این شاعر زبردست و پاره‌های از اشعار او زین دادند. در مرکز این ایستگاه در پهلوی عکس شاعر این دو بیتی را نوشتند: بر نیاز خویش می آورد، مادر تنها نزاید شاعر، خلق او را بر خود می آفرد. بسیاری ها در زیر این عکس برای چنین تشبث عالی به مقامات و مردم پنجکین خاصه به اهل غسر آفرین خواندند. لایق شیرعلی شاعر خلقی تاجیکستان و برنده جایزه به نام رودکی 20 می سال 1941 در دهه مزار شریف نویه پنجکین به دنیا آمده. 20 یونیو سال 2000 در سن 59 در دوشنبه از عالم چشم پوشید. لایق شیرعلی در برابر مومن قناعت، بازار صابر و گلرخزار از زبردستترین شاعران تاجیک نیمه دوم عصر 20 شناخته شده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. دوم آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 14:45 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز جمشیدزاده یعقوب سال تولدش 2001 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد خوجند غفوروف در حدود جماعت دیهات اونچه از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده پیادهگرد نابالغ عبدالرحیموف ابوبکر سال تولدش 2009 ساکن نویه غفوروف را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عبدالرحیموف جراحت وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه فردوسی با عریضه مرد 25 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2021 مرد 37 ساله ساکن شهر استرافشان با راه فریب به باوریش درآمده خانه استقامتش را به مبلغ $25,000 آمریکایی نرخگذاری کرده گرفته خانه را به دیگر نفر فروخته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه 5 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 04:00 با راه پنهانی از باغچه کودکانه واقع در کوچه ایدی یک عدد تلویزیون تمغه سامسونگ و یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همین طریق نامبرده صحنه 9 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 15:30 با راه پنهانی از مرکز سودای صدبرگ از اتاق فروش تلفن‌های موبیلی یک عدد همیون که در داخلش $500 آمریکایی و 5,000 روبل روسی بوده به زن 25 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب شده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com.
خوش باشد.